سلام، قراره برای چهارشنبه سوری یه سفر 2 روزه رو از استانبول به بولو داشته باشیم. تو سفر شما رو به دیدن این برنامه دعوت میکنم. خب بریم مسافرهای عزیزمون رو بشناسیم. این شخصی که میبینید از عینکش معلومه که کیه. بله، کسی نیست جز مسیح ساجدی. هموطنهای ترک زبونمون خوب میشناسنش. کمدین و اینفلوئنسر عزیز امین رستمپور، رفیق، همکار و دوست صمیمی مسیح ساجدی. خب رانندگی سفر 2 روزه ما به عهده مسیحه. وی علاقه خاصی به صدقه دادن داره. بریم سراغ نفر دوم. این شخص کسی نیست جز الیار رفعت، عکاس، بلاگر و هرچی که بگم ازش براتون کم گفتم. این گل پسر کسی نیست جز خودم. این 3 نفر میرن دنبال نفرات بعدی. همونجور که میبینید بارون هم شروع شده. از همین اول بحث سر موزیک سفر شروع شده. یه دقیقه بابا وایسا. کی داره تلفن اینو بزنیم؟ والله سر خیابون پیاده‌تون میکنه میگه اسنپ بیاید. اسنپ استانبول اوبر نه اون اسمته. یه دقیقه چی نگه من یه موزیک بزنم. وایسا تا یه دقیقه دیگه حل میکنم. مثلا جاده بدون موزیک نمیشه. تا توف نشه درست. حالا نوبت خواهران استانبوله که به تیم ملحق بشن. خواهران استانبول، بلاگر و استانبولگرد. با یه چمدون خیلی بزرگی که انگار میخوان 1 ماه برن سفر. آقا صدقه لیر انداختیم ها، هی میره بالا ثوابش هم بیشتر میشه. مخلصی. با سیگار مشکلی داری؟ مشکل دارید برید پایین. هر کی ناراحتی جمع کنه بره. و اما میرسیم به نفر بعدی که این خانم یه بلاگر ریزه میزه هستن. آیسان. بازم با یک کوله باری 1 ماهه. خب شما کدوم استانبول سیسترزین؟ من بزرگ الناز هستم. ایشون النازشون، مارالشون. سلام. صابونه یه جایی نگه می‌داری غذا بخوریم یه چیزی بگیریم؟ موچه اما 4 ساعت راه دیگه دندون رو جیگر بذار بریم دیگه. 4 ساعت باشه. من که خیلی خسته شدی. باشه. چالو. اینجا که بسته است. چرا؟ گفتم باز کنن. چی؟ یه صابونه مشکی. وایسا همینجوری. اوکی. بابا اینجا برک مورک بگیریم بیار. مسی صبحونه میخوری؟ نه میبرم. یه دونه شد. برگر نیست. آخه کی برای صبحونه برگر میخوره؟ همین اول داستان بحث شکم راه افتاده. یاد میدیم. از فوشا شروع میکنیم. ترکا از فوش یاد میده. هیچ مزه‌ای نداره. یه دونه بزن پنیری بزن. چرا؟ اینم پنیر. باز کن داداش. باز کن. نمیخوام پرو تو رو خدا من اولو. آخه مارال جان با این آهنگ ویولون میزنن. کجای این آهنگ ویولون داره؟
با همه عالم غریبم فندک از کجا آوردی؟ من باهات محرم از آقا الیار گرفتم جیبت فندک از آقا الیار اولین عوارضی. اینجا از همون 16 لیر پول گرفتم. همه اتوبان‌های ترکیه عوارض دارن، به این دقت کنید. کلی ازتون میخوام پول بگیرم. برفی بیاد چه برفی نگه دار الیار میبینی که برای تصویر گرفتن داره جام فدایی میکنه و کلی خیس میشه. بعد از 4 ساعت رانندگی سخت و دشوار زیر برف و بارون همراه با رانندگی مسیح ساجدی میرسیم به مقصد. مقصد ما کجا بود؟ بولو. خب رفقا اومدیم و رسیدیم. برف میاد، جای همتون خالی. اینجا عالیه، عالی عالی. عجب راننده من روندم یه بار نگفتید آقا دمت گرم 4 ساعت دمت گرم آشو فرشاد و لاسان سنگ این آقای ترک که میبینید هماهنگ کننده این لوکیشنه و همه کارهای این لوکیشن رو ایشون انجام میده. اسم ایشون دنیزه. حالا کاری ندارم که دنیز اسم دختره. این باقیشه قشنگ بهداشتی الان الکل هم آخرسان میذاری نه خیلی دست نزن دست نزن. همه اینا رو دیشب خودمون با کاشتیم کاشتن نیست این برگر مسیح دروغ میگه. همه برگرها خودمون از مارکت اندازه خریدیم. دست منه. این یکی ما یه رفیقی داشتیم حالا به سختی مانتا برگر ساجدی کم ناخونک بزن. بسته دیگه، همه چیزو تست کرده. نمک نداره یکم نمک بزنین. آره خیلی خوبه. نه اوکی. خب منم چون فدایی میکنم سس بزنم واسه یه ذره. نه نس ول کنی فشار دادم. ببین تو مدرسه توف میکردیم رو اینا. بده دیگه همین بدو. الیار و مسیح میخوان یه حرکت سامورایی بزنن روی بود. البته با کمر و چاق. نشد آقا نمیشه. کارا نیستی بابا این کارا نیستی. تا به اینجای کار که خیلی داره به همه خوش میگذره. بعد از این آنترکت کوچیک میریم سراغ نهار. şey olmaz değil mi? Çevirelim mi? Çevirebiliriz de istiyorsanız bir şey olmaz.
فکر می‌کردیم من این همه آشپزی خوب بلد باشم؟ من عاشق آشپزیم. یکی از هنرهایی که از تحت انگشتم میبره آشپزی. اینجا بود که ما متوجه شدیم که دنیز خیلی خوب گیتار میزنه و صداش هم خیلی خوبه. پس تصمیم گرفتیم با بچه‌ها که şab کنار آتیش ازش دعوت کنیم که برامون گیتار بزنه و بخونه. انقدر هوا سرد بود که همه بچه‌ها دارن خودشون رو گرم میکنن. یکی با بازی، یکی با رقص و یکی هم کنار شومینه. آخ چه حالی میکنم بچه‌ها. چه لذتی داره توی این لوکیشن زیر این برف با موزیک زنده بشینی کنار این آتیش حالشو ببری. همین که بچه‌ها یه خواننده خوش صدا رو پیدا کردن تا شب ولش نکردن. شب شد و ایشون همچنان داره گیتار میزنه و براشون میخونه. böyle gelmiş böyle gelecek korkarım vallah böyle gelmiş böyle gidecek korkarım vallah aşağı pay pay çaresi dostlar ve subhanallah yok mu çaresi dostlar ve subhanallah آخرین سه‌شنبه سال خورشیدی رو با برافروختن آتیش و پریدن از روی آن به استقبال نوروز می‌رویم. گو تو سفر نوروز 1400 را به شما تبریک می‌گویم. Maşallah. Kopar felaket 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 bu kız bir afet gözüm götüme değse Knos kopar kıyamet kıyamet yağmurlar nasıldı? Biz de dinliyoruz. Ya da gel. Ne var şuradan ya? Eyvallah. Bizim tuhat cehali darmat yakan taraflar Valla bahar oynamadım ben ben. خب حوصله‌مون سر رفت. بریم یکم سراغ بازی. اولین بازی که می‌خوایم انجام بدیم پانتومیمه. عوضش کن نه برو ساغر یکی بیبی تا
نه عوضش کن برو سراغ یکی دیگه. برو آره برو بابا داری نزدیک میشی برو برو سراغ اون یکی داری نزدیک. آها همینه برو خب همه رفتن بخوابن ما هم بریم بخوابیم. شبتون بخیر. صبح عالی متعالی. عجب هوایی رو داریم امروز. اصلا عالیه. نگم براتون هوا بو هوا. اوبیسا والار هوا. Saat 11'di. Rahat tut. 11'e 12 dəqiqədir. Kişi bu saatda durmazsa, kişi 2-də durur. Gecə də bu tərəfə o tərəfə. میبینیم که مسیح ساجدی برای اولین بار ساعت 11 بیدار شد. دمت گرم رفیق. خب بازم سلام. حال شما آقا هستیم امروز در قسمت صبحانه آقای الیار رفعت هستن، آقای رستمپور، آیسان، مایان و الناز همه. سلام. خیلی خوش اومدیم به آشپزخونه اسلام سوسه. بگیرید. Yumurtalar hazır. Orada video gösteriyor. این هم بود مسافرت 2 روزه ما. همه بچه‌ها وسایلشون رو جمع کنن می‌خوایم برگردیم استانبول. دوستان همیشگی و همراهان گو تو سفر و اونایی که عاشق سفر بودن، همونجور که دیدین اومدیم بولو و یک روز خیلی خوب رو و یک شب خوب رو با چهارشنبه سوری با گو تو سفر تجربه کردیم. حالا می‌خوایم برگردیم خونه‌هامون. کی تو سفرهای بعدی با ما بخواب بیاد؟ همینه. ما باشید. میتونید برای اینکه با ما همراه باشید با گو تو سفر در ارتباط باشید. دم همتون گرم. مرسی که بودید. کامنت و شیر پست یادتون نره. دم همتون گرم.